هارلم دشیر نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در بخش آزادی مطبوعات از سراج‌الدین اسلوف وزیر امور خارجه تاجیکستان خواسته است که نام 14 ژورنالیست را از لیست سیاه بانک ملی بیرون کنند. مقامات سازمان امنیت و همکاری در اروپا میگویند نامه روز 28 مارس فرستاده شده است. بانک ملی تاجیکستان هفته گذشته رویخط 1372 شهروند کشور را نشر کرد که از آنها افراد علاقمند با تروریسم نام برده شده است. سازمان امنیت و همکاری در اروپا میگوید در میان این افراد نام 14 ژورنالیست و بلاگر تاجیک هم هست. هارلم دشیر گفته است از آن نگران است که ناوابسته از اثبات فعالیت جنایی ژورنالیستان نام آنها به این رویخط وارد شد. جزئیات دیگری نامه و رویخط 14 ژورنالیست و بلاگر تاجیک در حال حاضر دسترس نیست. در دفتر سازمان امنیت و همکاری در اروپا در وین با رادیوی آزادی گفتند که نام 14 ژورنالیست و بلاگر را در ضمیمه نامه به عنوان وزارت امور خارجه تاجیکستان وارد کردند، ولی برای مطبوعات جزئیات این فهرست فاش نمی شود. اما در فهرست بانک ملی تاجیکستان که نسخه‌اش روز 15 مارس امسال دسترس رادیوی آزادی شد، در قطار صدها نفر از جمله اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی و گروه 24 اسم داداجان عطاولایف مؤسس نشریه چراغ روز نیز درج یافته بود. عطاولایف یکی از منتقدان قدیمی مقامات تاجیکستان است. نوردین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان نیز روز 28 مارس گفت در رویخط بانک ملی نام چند نفر ذکر شده است که در گذشته فعالیت ژورنالیستی داشتند یا حالا نیز از فعالان شبکه‌های اجتماعی اند. و افزود با اندیشه من مورد ایجاد قرار گرفتن آنها بیشتر رابطه با فعالیت سیاسی آنها دارد نه با فعالیت ژورنالیستی آنها. من گمان میکنم که آنها از حقوق خود با آزادی بیان با آزادی اطلاعات برخوردار هستند و حق هم دارند که نظر خویش را در از طریق رسانه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی پهن نمایند و برای این عملشان نباید مورد تعقیب قرار داشته باشند. یک مسئول سازمان امنیت و همکاری در اروپا در وین در شرح این مسئله به رادیوی آزادی روز 28 مارس گفت موقع سازمان این است که زیر مفهوم ژورنالیست باید همه آنها فهمیده شوند که در امر نشر و پخش خبر و اطلاع نظر و تحلیل کار میکنند. قبلا بعضی از سازمان‌های سیاسی مخالف حکومت تاجیکستان در خارج نیز از این فهرست انتقاد کرده بودند. آنها گفتند این رویخط که بر سازمان بین المللی مبارزه با شستشوی پول پیشنهاد شده است به عنوان دلیل ضد آنها استفاده می شود. اعضای گروه 24 نیز گفتند که 2 فعال آنها در ترکیه بر اساس همین رویخط دستگیر شدند. فهرست سازمان یافته شخصان علاقمند با تروریسم از سوی بانک ملی تاجیکستان به سازمان‌های مالیوی و تشکیلات قرضی کشورهای عضو سازمان بین المللی مبارزه با شستشوی پول دسترس خواهد بود.